و متن این پیام اینه که اگر ایران به سوی معترضان مسالمت آمیز یا حالا معترضان تیراندازی بکنه و اونها رو به طور خشونت آمیز به قتل برسونه که کار همیشگیشه یا رویه معمولشه، ایالات متحده آمریکا به کمک اونها خواهد اومد. ما کاملا آماده و مسلحیم و آماده اقدام هستیم. این جمله خیلی نکته مهمیه توی توییت اصلی خود آقای ترامپ که ما کاملا آماده و مسلحیم و آماده اقدام هستیم. این تقریبا میشه گفتش که مهمترین بخش پیام دونالد ترامپ بود. از اون حمایت‌های مثلا گذشته نبود. رسما داره میگه که ما آماده حمله نظامیم. این قسمتش خیلی مهمه و در انتها هم گفته که از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و یه جورایی داره تهدید میکنه نیروهای امنیتی یا حالا جمهوری اسلامی رو که اگر قرار باشه که